شرف مدیا تقدیم میکند. من نمیتونم این کارو باهات بکنم. این نامردیه. ادا چی شده؟ چرا منصرف شدی؟ نمیتونم این کارو باهات بکنم. نمیتونم. دلم نمیاد. تو اونقدر خوبی که من حق ندارم این کارو بکنم. ادا این حرفا چیه؟ میدونی که خاص خودمه. نه، من میخوام ازت مراقبت کنم و حمایتت کنم، فقط همین. بذار این کارو بکنم، مگه چه ضرری برام داره؟ نه نمیتونم. ادا چرا؟ نمیتونم از نیت خوبت سوء استفاده کنم. هرگز نمیتونم خودمو ببخشم. من نمیتونم. به خاطر همون مرد است؟ چون هنوز نتونستی فراموشش کنی؟ نه، به اون ربطی نداره. من خیلی وقته که فراموشش کردم. پس اگه اینطوریه چرا خودتو توی آتیش میندازی؟ چون نمیخوام زندگی اوناییو که دوستشون دارم نابود کنم. نمیخوام تو تو این جهنم بندازم. چرا نمیفهمی؟ چند لحظه پیش دیدم که سر عقل چجوری نگاه میکردی. دلت میخواست اونی که دوستش داشتی پیشت باشه، نه؟ نه. معلومه داری چی کار میکنی؟ برای چی همش دنبالمی؟ چرا راحتم نمیذاری؟ خواستم واسه موقعی که میخوای بکنی خلاصت کنم.
ولی آخرش هم خودت متوجه شدی که نمیتونی با اون ازدواج کنی. چرا نمیتونم ازدواج کنم؟ ادا بهترین واقعیت رو بپذیری. تو اونو دوست نداری، تو منو. فکر میکنی تو رو دوست دارم؟ آره؟ اگه دوستت داشتم بچه‌تو به دنیا می آوردم، ولی اونقدر ازت متنفرم که حتی فکرشم نکردم. فهمیدی؟ دیگه تو زندگیم دخالت نکن، از زندگیم گم شو. داری دروغ میگی. به همون اندازه که حتی متنفرم از اونم متنفر بودم. بس ادا، تو حتی از منم نپرسیدی. به هم گفتی واقعیت رو قبول کن. خب خودت هم قبول کن دیگه. واقعیت اینه تو برای من هیچ ارزشی نداری. برای من تولگا مهمه. اگه دوست داشتم بچه‌تو به دنیا می آوردم، ولی اونقدر ازت متنفرم که حتی فکرشم نکردم. فهمیدی؟ 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 دیگه تو زندگیم دخالت نکن. از زندگیم گم شو، برو. از زندگیم برو بیرون. برای من هیچ ارزشی نداری. برای من تولگا مهمه. برای من تولگا مهمه. چرا داری گریه میکنی؟ دوست داشتی اونی که دوستش داشتی کنارت باشه، نه؟ نه نه ادا بهتره دیگه واقعیت رو بپذیری. تو اونو دوست نداری، تو فقط منو دوست داری. نه، ازت متنفرم. متنفرم. اگه دوست داشتم بچه‌تو به دنیا می آوردم، ولی اونقدر ازت متنفرم که حتی فکرشم نکردم. حتی از منم نپرسیدی؟ دیگه تو زندگیم دخالت نکن. از زندگی گم شو، برو.
چرا من؟ چرا من؟ چرا؟ ای بابا، باز یادش رفته گوشیشو ببره. آخ ادا، کی بوده؟ اون پسره رو تو میشناسی؟ کیو؟ همونی که با ادا رابطه داشته. یه نفری به اسم قارون بود، نمیشناسمش. ادا، مامان، پدر بچه کیه؟ قارونه؟ نه اون نیست. به هم دروغ نگو. اون نیست مامان. بازم که داری دروغ میگی. خواهرت همه چی رو به هم گفت. بگو ببینم این قارون کیه؟ کسی نیست مامان، اون نیست، باور کن. پس کیه اون؟ هر دوتون دارین به من دروغ میگین؟ گفتم اون کیه؟ تولگا. تولگا؟ تو که میگفتی فقط دوستمه. تو ما رو گول زدی. تو گولمون زدی. این دکه ننگو باید پاک کنی، میفهمی؟ حالا که همچین غلطی کردی باید باهاش ازدواج کنی. نمیتونیم مامان. یعنی چی که نمیتونم ازدواج کنم؟ یعنی چی که نمیخوام این کارو بکنم؟ باید این کارو انجام بدی. نکنه اون نمیخواد با تو ازدواج کنه. من خودم میرم با مادرش حرف میزنم. نه این کارو نکن. تولگا همچین آدمی نیست، اون پسر خوبیه. اون میخواد. خب پس دیگه چی میخوای؟ نکنه چیز دیگه ای هست که من نمیدونم. بگو اگر چیز دیگه ای هست بگو. باشه مامان، هر کاری بگی میکنم. با تولگا عروسی میکنم. فهمیدی جرن؟ اینا رو باید سریع برسونی دست هیئت مدیره. 12 سری کپی هم بگیر. نگران نباشین ملدا خانم، خودم شخصا رسیدگی میکنم. متشکرم، خسته نباشی. خواهش میکنم. دلتنگی هم قسمتی از عشقه، میدونم. کی برمیگردی؟ دلتنگی هم قسمتی از عشقه، میدونم. کی برمیگردی؟
فردا میبینمت. پسرم یه قاشقم نخوردی؟ مامان اشتها ندارم، گرسنه نیستم. تولگا جان چیزی شده؟ نه چیزی نشده مامان، چون چیزی نشده من اینطوری شدم. پسرم پس چرا اینجوری حرف میزنی؟ صبر کن من میرم. سلام تولگا. بفرمایین آقا جمال. هرچی منتظر موندم خبری از شما نشد. گفتم خودم بیام. 3 ماه کرایه خونه ندادین. خوش اومدین آقا جمال. به زودی بدهیمونو باتون صاف میکنیم آقا جمال، نگران نباشین. ماه پیشم همینو گفتین کونتیگه. مگه ما داریم در میریم؟ بیا خفمون کن دیگه. تو چی میگی ها؟ حرف دهنتو بفهم. من دارم واضح حرف میزنم، به زودی پرداخت میکنم. به زودی حرف دیگه ای که نمیگی. خوبه بسته دیگه. خجالتم خوب چیزیه، واسه چی تهمت میزنی؟ مگه ما قراره اجارتونو بخوریم و دریم ها؟ پسرم خواهش میکنم ماما وایسا ببینم چی میگه. مگه ما تا حالا شده کرایت ندیم ها؟ نه خب ولی خیلی خوب، پس از این به بعدش هم نمیشه، نگران نباشین دیگه. خداحافظ، به سلامت. پسرم تو چی کار کردی؟ اگه از خونه بیرونمون کنه چی؟ آبروریزی میشه، اونم الان که تو داری ازدواج میکنی. مامان ازدواج در کار نیست. سلام. سلمان چه خبر؟ خب ببینم واسه چی گفتی بیام اینجا؟ نکنه برجو قراره بیاد؟ تو همکار خیلی خوبی هستی ها. یه چیزی میگم و زود میرم. خب گوشم با شماست. میگم حالا که توجه برجو رو جلب کردی دیگه احتیاجی نیست این بازی رو ادامه بدی. یعنی چی؟ یعنی که همه دور و بریات معتقدن که بین تو و برجو یه چیزایی داره شروع میشه. نه بابا راست میگی؟ آره، یعنی با این حساب دیگه نیازی نیست بازی ادامه پیدا کنه. خدافظ. وایسا، مگه میشه یهو بکشی کنار بری؟ بشین یه کمی درد دل کنی. نه سلامتی دوستیم با هم. بشین. آخه سلماز این هوا رو میخوای ول کنی پاشی بری کجا؟ خسته نباشی محمود. کار کاسبی چطوره؟ خوب آقا شمل شو. یه هندونه یه کوچیک و شیرین بده. چشم شمل. این چطوره؟ خوبه. نیازی نیست بذارش اینجا. چند روز پیش دامادتو کنار ملا دیدم. ماشاءالله پسر خوبیه. چقدر به هم میان. خوشبخت باشن انشالله. ممنونم. مراسم چیه؟ به زودی. توکل به خدا. ممنون. چقدر شد؟ 5 لیر بدی کافیه. خسته نباشی. به سلامت. ببین سلماز من راجع به تو هیچی نمیدونم. بازی رو دوست داری؟ اگه بخوای میتونم بهت بیلیارد یاد بده. من بازیم خیلی خوبه. نگاه اینطوری یه دونه. خوب شد حالش خیلی بچه پررویی بود. خوب شد حالش گرفتیم. آقا این همون بچه پرروه نیست؟ آره والا خودشه. حسابت میرسم پسر. بریم. همیشه هم گله‌ای میریزن سرت بی شرفا. اگه تنها بود. کرم حالا چی کار کنی؟ چی کار؟ کاری که هر مردی انجام میده. بوده بریم. دارن در میرن. واسه پسر فرار نکن. واسه بچه بپر بهت میگم واسه. ای موتور منو کجا میبری تو؟ داداش شرمنده یه کار خیلی مهم پیش اومده واسط میارم. بیا اینجا ببینم فرار نکن. بیا اینجا. مگه دستم بهت نرسه؟ اگه گیرت بیارم میدونم چی کارت کنم. بهت گفتم واسه آخه شما تربات داری بالاخره میگیرنت.
مامان یه لحظه. چرا؟ بذار یه کمی من بردارم بعدم بریز. من بدون روغن میخورم. بعد از کار با گولای میریم ورزش. نمیخوام زحمتم به هدر بره. ببینم این رژیم و ورزش و این حرفا از کجا پیداشون شده برای تو؟ تو که وزنت خوبه. نکنه میخوای مثل ادا پوست و استخون بشی؟ نه تا اون حد، ولی یکم کم کنم بهتره. نه تو یه چیزیت شده. این مو، قیافه، لباسا، رژیم. ببین اگه باز داری چیزی رو از من قایم میکنی همین الان بهم بگو. نه مامان، مگه بد آدم به خودش برسه؟ آخ مامان تو خوبی؟ نه ملا خوب نیستم. امروز از زیر زبون ادا حرف کشیدم. میگه پدر بچه طولگاست. طولگا؟ آره دیدی؟ همیشه فکر میکردم اونا دوتا دوست معمولی هن، اما نگو. ای خدا توبه چرا باید این بلا سر من بیاد؟ با مامان حرف زدی؟ واسه چی بازم دروغ گفتی؟ آبجی هیس میشنوه. تا کی میخوای به این دروغات ادامه بدی ها؟ برای طولگا بد نیست؟ خب طولگا رو بیخیال. تو صورت مامان میتونی نگاه کنی؟ مجبور بودم میفهمی؟ دیگه خسته شدم. همش باید به همه چی رو توضیح یعنی بدم. چی خسته شدم؟ با یکی که نمیشناسیش رفت آمد کردی که هیچ. تازه باهاش رابطم داشتی. معلومه که باید توضیح بدی. ناموس خانواده‌تو لکه‌دار کردی. متوجهی؟ چقدر بی‌فکری. ملدا تو رو خدا دیگه کافیه. بس دیگه. فکر میکنی من خسته نشدم؟ از دست تو حتی نمیتونم به مشکلات خودم برسم. حالم که طولگا پیدا شده، با اونم میخوای بازی کنی؟ آبجی بهت گفتم بس کن، ساکت باش دیگه، راحتم بذار. با من درست حرف بزن. من خواهر بزرگترتم. پس تو همونطوری که به کارمندا دستور میدی به من امر و نهی نکن. این زندگی مال منه، اشتباهاتم هم مال منه. چه خبره؟ این سر صدا ها برای چیه؟ من نیستم مامان جان. این یادش رفته با خواهر بزرگترش چطوری حرف بزنه. دیگه داری زیاده روی میکنی ادا. حد تو نگه دار. تو خجالت نمیکشی به خواهرت که به خاطر ما این همه کار میکنه و زحمت میکشه بی حرمتی میکنی؟ منم آدمم، اینو میفهمی؟ منم آدمم. کاش بمیرم خلاص بشم. همینو میخواین؟ برگرد ادا بیا اینجا. مامان جان ولش کن. بذار هر جا میخواد بره. یا میبینی دیوونه کار دستمون بده. ادا بله بابا. دخترم اینو بگیر. داری گریه میکنی؟ چی شده دخترم؟ چیزی نیست بابا، اعصابم خورده. بیا دخترم بیا بشین اینجا. چی شده بگو ببینم. نه مگه من میتونم چشمای تو رو اینطوری ببینم دختر خوشگلم؟ گریه نکن دیگه. وقتی بچه بودم هر وقت با ملدا دعوا میشد تو ازم طرفداری میکردی. من بازم از تو طرفداری میکنم. بگو ببینم کی اشک تو در آورده. بیاد ببینم. خیلی دوست دارم بابا. دختر عزیزم، دختر خوشگلم، دیگه شماها بزرگ شدی. نمیخوام بزرگ بشم، اصلا نمیخوام. اصلا حوصله ندارم، خودتو خسته نکن. بس بریم یکم بگردیم. بریم ببینیم دنیا دست کیه. ببین اون وقت حالت جا میاد یا نه. با تو میشه لطف کنی اینقدر اصرار نکنی؟ بیا دیگه پسر، چیزی رو از دست نمیدی که. بیا بپر بریم. خدا. وایسا یه دقیقه. فهمیدم. ادا فهمید که داری میپاییش. مچتو گرفت. یعنی آبرود رفت پسر جون. چند بار بهت گفتم از اون مصیبت فاصله بگیر ها. ازش فاصله بگیر. اون مصیبته. برو خدا رو شکر کن که دوست نمی، وگرنه الان
هارون هارون برو بابا. غذایی که سفارش داده بودم حاضر برجو؟ یکم دیگه آماده است خانم. خیلی خوبه. وقتی هوا تاریک شد نور رو کم کنین و شمع رو روشن کنید باشه عزیزم. چشم سعادت خانم. نمیخوام اصلا چیزی کم و کسر باشه. نگران نباشید خانم. میدونین که وقتی غذا رو شروع کردیم کدوم آهنگ باید پخش بشه؟ بله خانم. خوش اومدی. مرسی دخترم. خوش اومدی. خوش باشی. اوه سعادت، اینجا چه خبره؟ منتظر مهمون مهمی هستیم؟ آره تو. همه چی درست 42 سال پیش تو همچین روزی شروع شد. تو یه روز گرم تابستون با هم آشنا شدیم. یادت میاد؟ هنوز یادته؟ آره فراموش نکردم. آفرین به تو. 42 ساله و هر سال اولین کسی که یادآوری میکنه تویی. خوشحالم که یادت مونده. نسا زنگ زد. اونم برای اینکه یادم مونده بود خیلی خوشحال شد. چی شد عزیزم؟ 42 سال پیش دقیقا مثل دیروز یادمه. ولی بعدش نوام و گوشه پارک فراموش میکنم. فیاض این چه مجازاتیه؟ چرا؟ آخه چرا؟ باشه سعادت، هر کاری که لازم باشه انجام میدیم. فقط کافیه که تو ناراحت نباشی. من طاقت دیدن اشکای چشمای تو رو ندارم عزیزم. خواهش میکنم نکن. چی کار کنم؟ دست خودم نیست. وقت بخیر. هارون خوش اومدی پسرم. خوش باشین مادر جون. فکر نمی‌کردیم به این زودی بیای. همه چی رو به راهه؟ نگران نباش پدر، حل شد. کارم که تموم شد نخواستم بیشتر بمونم. عالیه عالی. من با اجازهتون میرم تو اتاقم. خیلی خستم. ولی شام امروز جشن چی بود فیاض؟ جانم جشن سالگرد آشنایی بود. آره بیا پسرم، بیا سر میز، بیا عزیزم. باشه مادر جون. این روزا زیادی ادارو تحت فشار گذاشتیم. استرس مراسم ملدا و این حرفا. وقتی یه دفعه مشکلات پشت سر هم ردیف شدن ما هم حرسمون رو سر اون خالی کردیم. اگه یکم با دوستش بره گردش و تفریح چیزی نمیشه. دختر من خیلی عاقله. مثل دخترای مردم نیست. از دخترای محله کوچیک‌تره ولی اگه بخواد کل محله رو به زانو در میاره. نگاه نکن فسخلیه. یادته؟ تازه میرفت مدرسه. تو مدرسه پسر رو به ملدا مطلق گفته بودن. چی بود؟ آها گفته بودن مثل گاو کار میکنه. ادام اینو شنیده بود و جفت پسرا رو کتک زده بود. آره خوب یادمه. مادرشون اومده بودن دم در خونه شکایت میکردن. تو هم گفتی نگران نباشین من خودم حسابشو میرسم. ولی تا در روشون بستی به ادا گفتی آفرین دختر جون. چطوری اونا رو که از تو بزرگترن کتک زدی؟ بگو ببینم. جمیل میگفتی که خوب این دختر شده. اگه پسر بود لات محله میشد. خدای من چه روزایی بود. چه زود بزرگ شدم. آره راست میگی. میدونی از اولش معلوم بود که ملدا میره دانشگاه و تا این حد موفق میشه. همیشه تقدیرنامه می آورد. تو هم قاب میکردی و میزدی به دیوار تعمیرگاه. یادت میاد؟ ببین این نامزدی دیگه زیادی طول کشیده. حتی کاسبای سر کوچه هم میپرسن که کی برگزار میشه. با ملدا حرف بزن تا سر زبونا نیفتادیم هرچه زودتر کار انجام بدیم.
gider yüreğimi hangi suya diyemiyorum. Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyorum. Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyorum. Turnalar, turnalar sevdiğim o. به خاطر همون مرده است؟ چون هنوز نتونستی فراموشش کنی؟ دوست داشتی اونی که کنارت میشینه اون مرده باشه ها؟ نه Sevdiğim oy, sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyorum. Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda ikimizin. ادا بهتره دیگه واقعیت رو بپذیری. تو اونو دوست نداری، تو منو دوست داری. ازت متنفرم، متنفر. اگه دوست داشتم بچه تو به دنیا می آوردم، ولی اونقدر ازت متنفرم که حتی فکرشم نکردم. فهمیدی؟ حتی از منم نپرسیدی؟ دیگه تو زندگیم دخالت نکن، از زندگیم گم شو، برو. چرا من؟ چرا من؟ چرا؟ خیلی دوست دارم هارون. اصلا نمیخوام از دستت بدم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبحتون بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. ملدا خانم، امروز خیلی خوشگل شدین. متشکرم عزیزم. ملدا خیلی خوشگل شدی. ممنونم عزیزم. موهاتم که کوتاه کردی. خوشت نیومد؟ نه، برعکس عالی شده. دلم برات تنگ شده بود.
فقط خواستم ببینمت. باید برگردم سر کارم. بله بفرمایید، در خدمتتون هستیم. حتما این بسته رو تا آخر هفته براتون ارسال میکنیم. چی شد پسر؟ خیلی ممنونم. خدا هیچی، نگهدار. گفت اون حقوق ثابتتو فراموش کن، 200 کمتر میدم بهت. خب تو چی گفتی؟ متین مگه چاره دیگه ای هم دارم؟ کثافت‌های آشغال. پسر ساکت میشنوم. آها میخواستم اینو ازت بپرسم، چرا دیروز عقد نکردین؟ ادا چیزی نگفت؟ پسر هنوز راستشو بهم نگفتی ها؟ بی خیال متین، بعداً با هم صحبت میکنیم. داداش من فکر کنم این دختر عقلش از دست داده. منطقی فکر نمیکنه. میخواد چی کار کنه؟ تنهایی بچه رو به دنیا بیاره؟ خدایا یه راهی نشونم بده، تاوان گناهمو از بچم نگیر. پسرم اون دستمالو بده ببینم. چشم آقا. بفرمایید. ممنون. خسته نباشی اوستا جمیل. خوش اومدین فیاض خان. میگم بهتر دیگه بدهی تو صاف کنی، نظرت چیه؟ بدهی؟ یادته یه چای طلب داشتم؟ آها الان. پسر بپر 2 تا چای بیار. بفرمایید. ممنون. چطوری اوستا؟ کار کاسبی چطوره؟ هی شکر خدا، ولی انگار در اوضاع بهتر میشه، درسته؟ دقیقاً، انشالله خیلی بهتر از این میشه. اوستا؟ بله. مسئله نامزدی رو میگم، اگه دست خود بچه ها باشه که هی طولش میدن. بیا تو این کار ما 2 تا پیرمرد قدیمی آستین بالا بزنیم، چی میگی؟ ما؟ آره البته. ببین یکی از دوستام یه هتل داره، یه سر بریم پیشش، کارهای لازم و خودش انجام میده. ببین بعد برداشت نکنی، اصلا قصدم این نیست که بخوام تو کارات دخالت کنم. استغفرالله. اما اینجور کارا رو باید با فامیل انجام داد، مگه نه؟ نمیشه به هر کسی اعتماد کرد. در واقع حق دارین. خب نظرت چیه اوستا؟ بریم هتل رو ببینیم؟ ببینیم. زنده باشی اوستا. پس چایی بیاد برسه بخوریم بریم. نظرت چیه؟ به چی فکر میکنی؟ چطور؟ آخه بدجور تو فکری. واقعا اصلا حواسم نبود. خب سفرت چطور بود؟ خوب بود. اونجا به منم فکر میکردی؟
اگه بگم اصلا از فکرم بیرون نرفتی چی؟ عزیزم یعنی دلت تنگ شده بود؟ از شرکت زنگ میزنن. مهم نیست، جواب نمیدم. تو جواب تلفن‌های کاری تو نمیدی؟ خیلی وقت با هم نبودیم. یکم بدون ما کارا رو انجام بدن نمیشه؟ آره ولی حسابی منو امروز سورپرایزم کردی. یعنی موهات جواب ندادم به تلفن کاری. واقعا از موهام خوشت اومد؟ آره معلومه که خوشم اومد، بهت میاد. با اجازت من میرم دستشویی. اشکالی نداره غذا رو جمع کنم؟ نه مرسی، میتونین ببرین. با اجازه. من دارم چی کار میکنم؟ چه خبر دخترم؟ عکس گروهمون رو زدن توی روزنامه، نگاه کن. وای سلام شده. واسه چی اینجایی؟ مگه نباید الان محصل باشی؟ ما ازدواج نکردیم سوال. ازدواج نکردین؟ چطور شد؟ همینی که شنیدی. اومدم با مربی صحبت کنم. دیگه نمیخوام رقص و ادامه بدم. چی شده ادا؟ نکنه با تولگا دعواتون شده؟ بعداً در موردش حرف میزنیم. یه سر میرم پیش مربی. چه خبر سوال؟ سلامتی. چی شده تولگا؟ نکنه تصمیم گرفتین دیگه ازدواج نکنین؟ متین تو میفهمی اینا دارن چی کار میکنن؟ من دیروز کفشام تو رختکن جا مونده، یه سر برم ببینم میام. ادا میخواد رقص و ول کنه. ادا اینجاست؟ پیش مربیه. به نظر منم بهترین کار همین بود. نمیفهمم سوال، راجب چی حرف میزنی؟ تولگا خیلی خوب میدونی که دارم راجب چی حرف میزنم. من بارها بهت هشدار دادم. ادا تاوان اشتباهاتی رو که با قارون انجام داده رو داره با تو پس میده و تو اجازه دادی با احساساتت بازی بشه، ولی با همه اینا میخواستی باهاش ازدواج کنی. سوال، در مورد مسائلی که نمیدونی حکم صادر چی رو نمیدونم؟ همه چی خیلی واضحه، ولی تو هیچ کدوم از اینا رو متوجه نمیشی تولگا. ای سوال، اینجا چیزی نیست که تو متوجه بشی و من نشم، میفهمی؟ تولگا نمیخوام حرف بزنم، لطفاً الان وقتش نیست. آره راست میگه، الان وقتش نیست، چون از چیزایی که دوست نداری بشنوی همیشه در میری، فرار میکنی. تولگا ادامه بده. ولی تو کی میخوای فرار کنی؟ آخرش یه روز میفهمی که ادا یکی دیگر. سوال بسه دیگه، بسه. چی میشه اگه برنگردیم سر کار؟ برنگردیم سر کار؟ اینو ملنا خانوم میگه؟ نه، اینو زنی که دلش برای نامزدش خیلی تنگ شده میگه.
تولگا داری میری؟ مربی که نمیذاره رقصو ول کنم. میتونم چند ماه دیگه ادامه بدم. تولگا خیلی از دستم ناراحتی میدونم، ولی من فقط به خاطر تو امضا نکردم. حرفمو باور کن تولگا. نمیتونم به فکر تو نباشم. تو برام خیلی با ارزشی، بیشتر از هر کس دیگه ای. باشه قبول. تو به خاطر من از ازدواج منصرف شدی. خب پس بچه چی؟ باید یه فکری کرده باشی. نکنه میخوای با پدرش آشتی کنی؟ نه هرگز. پس میخوای چیکار کنی ادا؟ بازم میخوای بذاری یا فرار کنی؟ نه یعنی هیچی نمیدونم. نمیتونی با فرار از مشکلات حلشون کنی. من از چیزی فرار نمی کنم. ولی مدام به تعویق میندازیش، انگار که چیزی نیست. تو نمیتونی ادا، این بچه بازی نیست. میشه اینقدر منو تحت فشار نذاری؟ پس جوابای منطقی بهم بده. حرفات نشون میده که همشون بدون فکرن. فکر میکنم تولگا، ولی این کار آسونی نیست، میفهمی؟ من به یکم زمان نیاز دارم، همین. هارون جانم، بازم که تو فکری به چیزی فکر میکنی؟ نه چیز خاصی نیست، اصلا مهم نیست. بعضی وقتا باید از شرکت بیام بیرون. این برام خیلی خوب بود. یادم رفته بود که دریا تا این حد زیباست، این که بچه ها تا این حد شادن و آدم ها تا این حد خوشروان. اینا رو فراموش کردن چقدر عجیبه، مگه نه؟ آره واقعا همینطوره. چقدر قشنگه. همیشه فکر میکردم که از این چیزای پیش با افتاده اصلا خوشت نمیاد. راستش خیلی متعجبم کردی. وقتی اینجا نبودی نبودن تو حس کردم. چند ماهه که با همیم، ولی استرس شرکت و الان دیگه این حرفا رو نزدیم. باشه باش عزیزم، حق با توه. ادا! هیچی نیست، تموم شد. نترس عزیزم، من اینجام. هیچی نشده. ایشیل؟ خیره. خوش اومدی. انگار از دیدنم خوشحال نشدی. نه، فقط تعجب کردم که 2 روز یه بار میای اینجا دیدنم. سینمو پیش کی گذاشتی؟ خیلی ها هستن که مواظب اون باشن، ولی یکی باید باشه که مواظب تو باشه عزیزم. درست متوجه شدم.
زن خوشگلم به من حسودی میکنه یا به هم اعتماد نداره؟ به تو نه، به زنه اطرافت. این روزا مرده متأهل زود تور میکنه. یه کافه ایتالیایی خیلی شیک پیدا کردم آقای بوراک، برای مهموناتون. قرار ملاقات با آقای آرسوی کنسل کنید. نهار رو با همسرم میخورم. چشم. لطفاً اون در رو هم ببندین. حتما. بوراک، از کی تا حالا منشی اینقدر راحت و بی مقدمه وارد اتاق مدیرشون میشن؟ راست میگی، بی تجربه است. پس بگو هر چه زودتر اخراجش کنن. تو هم یه منشی با تجربه بیار. تازه مگه دمت منشی تو نیست؟ چرا این دختره به کارات رسیدگی میکنه؟ تو شوهرتو خیلی دست کم میگیری عزیزم. به لطف اون همیشه ملدا رو تحت نظر داریم. فهمیدی؟ فهمیدم، ولی تو هم منو بفهم. ازش خوشم نمیاد. فهمیدی؟ فهمیدم. دست نزن دیگه، به حد کافی عصبانیم. تو دیگه منو دیوونه نکن. باز چی شده خانم؟ کی دیوونت کرده؟ هیچی جمیل جان، مسئله هتل خیلی عصبانیم کرده. خب اون که حل شده. خیلی خوب. آقای فیاض تصمیم عاقلانه‌ای گرفته، ولی بهتر نبود که با بچه‌ها هم یه صحبتی می‌کردیم؟ کار به بچه‌ها سپردیم، نتیجه شو که دیدی. اینطوری خیلی بهتره. پولش چی ها؟ مگه نگفتم صاحب هتل دوست آقا فیاض بود، یه تخفیف 50% داده. کی میدونه که چقدر قرار خرجمون بشه؟ اینا کلاسشون خیلی بالاست جمیل. تازه از پولی که گذاشته بودی یکم خرج قسطا شد. هر کی خربزه بخوره پای لرزشم میشین. مراسم نامزدی داره استق برگزار بشه ها؟ میتونیم رفیقامون هم دعوت کنیم بابا جون؟ فقط دوستای تو رو کم داشتی. جمیل ببین بچه ها به موقع رسیدن. خوش اومدین. خوش اومدین. سلام. خوش اومدین. سلام. راستش نمیخواستم مزاحمتون بشم، ولی وقتی ملدا اصرار کرد. این چه حرفیه پسرم؟ اینجا خونه تو هم هست. داشتم دلمه درست میکردم، آماده میشه با هم میخوریم. آبجی، مسئله مراسم هم حل شد. بابا امروز با آقا فیاض هتل رزرو کردن. واسه دوستای منم کارت دعوت میذارین دیگه مگه نه؟ ندومت چون؟ خیلی خوب دیگه پسرم، بفرمایید. دخترم تو چرا وایسادی؟ بشین دیگه، بفرمایید. میدونی امروز صبح تو روزنامه چی خوندم؟ چی؟ بچه‌ها توی شکم مادرشون غم و غصه مادر رو حس میکنن. این یعنی خوشحالیت مهمه. میدونم. پس از چیزایی که ناراحتت میکنه باید فاصله بگیری. ببین میتونم هر روز برات 3 تا جوک تعریف کنم یا چند تا شکلک در بیارم. کافیه که تو خوشحال باشی. کنار تو بودن به من و بچه آرامش میده تولگو. نیازی نیست این کارا رو بکنی. هر کاری که میکنی لطفا اول به بچه فکر کن. اون از هر چیزی مهمتره. من وقتی 2 سالم بود پدرم مرد. خوب میدونم که بی پدری چه حسی داره. همیشه یه چیزی کم داری. انگار یه چیز با ارزش تو یه جایی جا گذاشتی، ولی هیچ وقت نمیتونی پیداش کنی. باید خیلی سخت باشه. انگار توی کوچه و مدرسه همه پدر دارن، فقط تویی که بی پدری. خودتو بی پناه میدونی. همیشه میترسی با یکی دعوات بشه یا از حقت دفاع کنی. هیچ وقت نمیدونستم که همچین احساسی داری. بی خیال عزیزم، دیگه عادت کردم. خدا رو شکر که مادرم زن قوی بود. به موقعش ازم مثل یه مرد حمایت کرد. یعنی اینجوری برات بگم که یتیم بودن و با دردسر کمتری پشت سر گذاشتم. اینا رو برای اینکه از گذشته خودم تعریف کرده باشم نگفتم. خواستم که بدونی من به فکر بچت هستم. این ماشین دومادتون نیست؟ انگار مهمون داری. من میرم، بعدم میبینمت. میبینمت تولگا، به حرفات فکر میکنم.
یعنی فکرشو بکن، بنزین ماشین تموم شده، اون وقت ما داریم دنبال ایراد توی موتور ماشین میگردیم. منم ضایع شدم، اعصابم خورد شد، دیگه نمیدونستم چی بگم. هر چی باشه اشتباه مخصوص آدم هست، مگه نه؟ آره. ادا دخترم، ببین آقای هارون اومده، بیا خوش آمد بگو. خوش اومدی. خوش باشین. جمیل تلفن کارت داره. با اجازتون. ادا آقای هارون رو تنها نذار، من الان برمیگردم. اینقدر به هم نگاه نکن، بس کن. اینقدر به هم زل نزن. من میرم رومیزی رو بیارم. ادا دستمه، مگه نمیبینی؟ پس یه سر میرم به مامان بزنم. چیزی شد؟ نه، مثلا چی؟ معذرت میخوام، هنوز تعادل روحی نداره. مرسی عزیزم از اینکه اومدی. ایشیل برای مراسم نامزدی هتل رزرو کردیم. لطفاً لیست مهمونا رو هرچه زودتر آماده کن بابا. کی رزرو کردی؟ تا جایی که میدونم این دوتا کفتر عاشق مراسمو به تعویق انداختن. نه دیگه به تعویق نمیندازن. بابا من حس میکنم که شما تو این کار دخالت کردین. نکنه پول هتل رو شما پرداخت کردین؟ جانم این حرفا چیه؟ آقا جمیل اونقدر غرور داره که این لطفو قبول نکنه، خودت میدونی. هرچی مبارک باشه بابا جون. من هرچی زودتر لیست مهمونا رو آماده میکنم و میدم به هارون. خوبه. در ضمن منم یه خواهشی از شما دارم. بگو دخترم. خیلی از دنیای کاری فاصله گرفتم. میخوام برگردم شرکت. ایشیل به نظرم تو آسایش رو به هم نزن. دخترم میخوای استرس داشته باشی؟ بابا خواهش میکنم. ما سالها تو این شرکت با هم کار کردیم. اونجا شرکت منم هست. البته که همینطوره. ولی دخترم سینم چی؟ میخوای بی مادر بزرگ بشه؟ سینم دیگه بزرگ شده. تازه پسانای دیگه که کار میکنن چی کار میکنن؟ منم دیگه میخوام برای خودم کاری کرده باشم. خب حالا که تا این حد اصرار داری من باید کمی فکر کنم. ممنونم ازتون بابا. باشه من درک میکنم، ولی تو هم درکم کن. ببین ایشیل به همون شک کرده. من برات یه کار خوب گیر میارم، تو فکرشو نکن. من جایی نمیرم تو هم با من این کارو نمی کنی، وگرنه همه بلاهایی که سر ملدا آوردی رو به همه میگم. نمیتونی. تو اینجوری فکر کن، فردا اولین کاری که میکنم اینه که برم پیش ملدا خانوم و بهش بگم اون دردسری که در مورد بیمه براش درست شده کار تو بوده. تو نمیتونی اینو ثابت کنی. برگه اصلی که ملدا خانوم امضا کرده دست منه جونم. باشه هرچی تو بگی، ولی شبا به هم زنگ نزن، ایشیل متوجه میشه. مامان جون منو ترسوندین. با این قیچی چی کار میکنی؟ به هم بگو ببینم براک، ایشیل چی رو باید متوجه بشه؟ نمیدونم چی رو باید متوجه بشه مامان. آها اینو باید متوجه بشه. نه مکالمه تلفنی تو میگم. ایشیل باید به چی شک کنه؟ لابد اشتباه شنیدین مامان جون، در رابطه با موضوع کاری بود. آها شما بازم موضوع رو قاطی کردین.
من خیلی خوب میفهمم که چی شنیدم براک. البته شما همیشه بهترین رو میدونی. فقط بعضی وقتا نوتون رو میبرین گردش، بعدش هم فراموش میکنین که کجا گذاشتینش. من ولی مهم نیست مامان جون، میگم ما عادت کردیم. شما هم اگه عادت کنین خوب میشه. یالا بیا بریم پیش بابا. بریم پیش بابا. باشه بریم. بریم. بفرمایید. مهمترین چیز توی زندگی اول سلامتی، بعد آرامشه. زمانی که ما با هم ازدواج کردیم هیچی نداشتیم، ولی نسبت به هم اعتماد و عشق و احترام داشتیم. مگه نه ترکا؟ البته. به مرور زمان همه چی به دست آوردیم. درسته که توی قصر زندگی نکردیم، ولی خدا رو شکر اینجا یه زندگی آروم و بیدوز و کلک داریم. ادا نمکو میدی؟ ادا نمکو بده. امیدوارم شما هم که ازدواج کردین خانواده خوبی تشکیل بدین. در ضمن ما نوه‌های سالم و عاقلم می‌خوایم. مامان لطفاً، برای این حرفا خیلی زوده. اما عزیزم اینا واقعیت‌های زندگی دیگه. درست میگم پسرم؟ البته انشالله اگه قسمت بشه. ببینم چند تا بچه میخوای دومات جون؟ کرم بعد از ملدا نوبت دخترکم ادا میشه، ولی اونو به این راحتی ها به کسی نمیدم. اول باید درسش تموم شه، شغل خوبی داشته باشه، بعدش. مگه نه دختر خوشگلم؟ به نظر منم همینه. خانمای جوون باید اول بتونن روی پای خودشون وایسن که قوی باشن. ازدواج عجله‌ای اصلا به درد نمیخوره. شما که از این دلمه ها اصلا نخوردین، نکنه خوشتون نیامد؟ خوردم، خوشمزه بود. دستتونم درد نکنه. سیر شدم. خب دیگه ادا، حالا یه قهوه خوشمزه دم کن با دامادمون بخوریم. چشم بابا. میشه انگشترمو بدی؟ اینجا جا گذاشته بودیش. میشه لطفاً بگی منظورت از این کارا چیه؟ مگه چی کار کردم ملدا؟ همش داری با هارون بدرفتاری میکنی. فکر میکنی من متوجه نمیشم دختر؟ نه اینطور نیست. بهتره رفتارتو تغییر بدی. ما به رفتارهای تو عادت کردیم، اما اون هنوز مهمونه. تازه تو هم هنوز خوب نمیشناسه. این کارات بیادبیه. چقدر باید به خاطر تو خجالت بکشیم؟ دیگه داری زیاده روی میکنی. که اینطور زیاده روی میکنم؟ حتی ازش نپرسیدی قهوهشو با چی میخوره؟ چطوری میخوای براش قهوه دم کنی؟ با سلیقه خودت؟ ببخشین یادم رفته. چطوری میخوره خانوم؟ ادا بچه بازی در نیار. چون از من ناراحتی اجازه نداری با هارون بدرفتاری کنی. مهمتر از همه این که اون الان تو این خونه مهمونه. ضمناً اون شوهرمه. ببخشین خواهر مؤدب ظریفم، خیلی ببخشین. میشه بفرمایین داماد عزیزمون قهوهشون رو چطوری میل میکنن؟ بفرمایین. برو کنار، خودم دم میکنم. برو آبا بردار بیار، بعدم باهات حرف دارم. آقا هارون، شما یه کشتی دارین که میره آفریقا؟ آره؟ آره داریم. چطور میگه؟
میگم منم سوارشم برم لااقل جام جهانی از نزدیک ببینم. منم بی خودی خیال بافی میکنم دیگه. آخه اصلا وقتشو دارم که اینطور؟ چرا سر چلوه؟ کمک بابا میکنم، بعدش هم تفریحات سالم. شایدم با هم رفتیم. البته اگه فرصت داشتی. راست میگی؟ همت کن بابا. دستت درد نکنه دخترم. اونقدر جون نداره که یه سینی رو تو دستش نگه داره. ادا به خدا نمیذارم اگر غذاتو نخوردی از سر سفره بلند شی. بشین تا تایشو بخور. انگار تو نمیخوری. کرم که دوست نداره، ادام همینطور. ولی کسی اصلا نپرسید که. بچه‌ها فردا برین یه سری به هتل بزنین. راستش من که خیلی پسندیدم. ادا هتلی که آقای فیاض پیشنهاد داده بودن رو رزرو کردیم. کنار استخر، خیلی هم جاش قشنگه. دقیقاً همونطوری که خواهرتون میخواستن. مبارکتون باشه. امیدوارم که شما هم بپسندین بچه‌ها. وقتی که شما پسندیدین قطعا نظرمون مناسبه. مهم اینه که همگی کنار هم خوش باشیم و در آینده خاطرات خوشی باقی بمونه. مگه نه هارون؟ بله البته. آبجی فردا باهات میام سر تمرین. اینو دیگه از کجا در آوردی؟ به ناسلامتی نامزدی خواهرمونه. میخوام تا اون موقع تانگو برقصم. با کی میخوای تانگو برقصی؟ با من؟ نه، تو با همسرت میرقصی که خیلی هم جالب میشه اتفاقا. آبجی ادام با دوستای خودش میرقصه، منم با برجو. این برجو خانم کی باشه؟ دیگه با اوناش کار نداشته باش. تو تانگو بلدی یا قارون؟ نه متاسفانه، برای اینجور کار اصلا وقت نداشتم. بابا خیالی نیست، تو بسپارش به ادا حله. یه چیزی بگو ادا. چرا اینقدر ساکتی؟ یکم خستم، با اجازهتون میخوام استراحت کنم. یکم دیگه بشین عزیزم، بعدن میری استراحت میکنی. نه مامان، باید بخوابم. شب بخیر. منم با اجازهتون دیگه برم. تو بشین پسرم، هنوز زوده. از دست ادا ناراحت نشو. این اواخر اعصابش خورده. خیلی دختر حساسیه. لابد به خاطر اینکه آبجیش قراره بره ناراحته. من باهاش حرف میزنم بابا، نگران نباش. کاملا درسته، ولی با اجازهتون منم برم چون نگرانم میشن. هر طور راحتی پسرم. بابت شما متشکرم، همه چی عالی بود، دستتونم درد نکنه. نوش جونت باشه. بازم خواستین تشریف بیارین. شب بخیر. به سلامت. من همراهش میکنم. شب بخیر. خدایا چقدر دیگه باید مجازات بشم. منو ببخش عزیزم، از دست تو ناراحت نیستم. خیلی روز خوبی بود هارون. آره، برای منم همینطور. از این به بعد روزای خوبی پیش رو داریم، درست مثل روزای اول. همدیگر رو به خاطر چیزای الکی نرنجونیم. باشه عزیزم. خیلی دوست دارم عشقم. برای فردا کلی کار داریم، پس حسابی استراحت کن. باشه. شب بخیر. شب بخیر عزیزم.
هنوز نخوابیدی پسرم؟ میخواستم یه سفر برم به گذشته. مامان، میدونی امروز که اومدم خونه چی رو متوجه شدم؟ چیو؟ این که حتی قیافه بابامم یادم نمیاد. آخه خیلی کوچیک بودی. بعدش ترسیدم که به کل از حافظم پاک بشه. چیزی ازش یادم نمیاد، فقط همین عکس قدیمی. خیلی دوست داشتم که بوی تنشو، نگاهشو، خندشو، عصبانیتشو همه رو ببینم و حس کنم. یا اینکه با درد عشق چطوری ساخته. ولی هیچی نمیدونم. مامان، خدا رو شکر که تو هستی. اگه تو هم نبودی من تو این دنیای پر از دروغ، بی کس و تنها چی کار میکردم؟ خب پس ادا چی؟ چرا جدا شدی؟ چرا چیزی به هم نگفتی؟ مامان دیگه چیزی واسه گفتن نمونده. من فکر میکردم عشق از پس همه چی برمیاد، ولی اشتباه میکردم. اشتباه میکردم. عزیزم، جونم. اگه دوست داشتم بچه‌تو به دنیا می آوردم، ولی اونقدر ازت متنفرم که حتی فکرشم نکردم. فهمیدی؟ دیگه تو زندگیم دخالت نکن. گم شو از زندگیم، برو بیرون. مگه گامی؟ خیلی معذرت میخوام، باور کنیم متوجه نشدم. خدا لعنتت کنه. ادا، کلوباتم خوبه؟ عالیه. فهمیدی؟ تولگا برام مهمه. ببین، از اولش بگم اگه آشتی نکنی تمام این شیرینیا رو تنهایی میخورم و هیچی هم بهت نمیدم. ببین، راستش هرچی بگی حق داری. من زیاده روی کردم، معذرت میخوام. از اونجایی که فکر کردم منو به تنهایی نمیبخشی، از این شیرینیا کمک گرفتم. هر چی باشه این شیرینیه که هر دومون خیلی دوست داریم. آره میبخشمت، ولی به خاطر اینا. پس اینا خوردن دارن. شایدم حق با تو بود.
در چه خصوص؟ خودم رو بدجور تو خیالای بی خودی غرق کردم. اون ادایی که من بهش فکر میکردم واقعی نبوده. ولش کن رفیق. میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. حداقلش اینه که واقعیشو از دست ندادی. ملدا هنوز دوستت داره. تازه قدرشو بیشتر میدونی. مگه بده؟ آره درسته. نزدیک بود همه چی رو خراب بکنم. چطور همچین اشتباهی کردم؟ چطور تا این حد گمراه شدم؟ آی دخترا رفیق دخترا خیلی موجودات خطرناکی هن. یه جفت چشم خوشگل آدمو تا پای دارم میبرن. هرچی خوشحالم که از این بیماری عشق خیالی خیلی راحت خلاص شدی. به نظرت عشق بیماریه؟ اوه چه فکری. از آنفولانزای خوکی هم بدتره پسر، باور کن. ببین همش باید ازشون دوری کنی، اون وقت میتونی معصوم بمونی. تو عاقل باش، هر چی شده رو فراموش کن رفیق، فکرشم نکن. آره میخوام همین کارو بکنم. میخوام همه چی رو طوری فراموش کنم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. ترکان کجایی؟ اینجام جمیل اینجا. بیا بگو چی شده؟ اول اینو بده به ملدا. بهتره هرچه زودتر برن و هتل رو ببینن. بالاخره امروز تعطیل دیگه، سر کار نمیرن. باشه خداحافظ. من با صاحب هتل صحبت کردم هارون. فقط نصف هزینه‌های هتل رو برای آقا جمیل فاکتور میکنن. باقیشو خودمون حل میکنیم. باشه پدرش. یه وقت اینو به ملدا نگی ها. به اندازه کافی با رفتارهای مزخرف خواهرت برای خانواده ملدا کلی خرج تراشی کردیم. بیشتر از این دیگه آزارشون ندیم بابا. نگران نباشین. دیگه با اجازهتون من برم. با ملدا قرار گذاشتم. سلام مارم برسون. خوش بگذره بهتون. خداحافظ. مامان بزرگ تو چرا شنا نمی کنی؟ تو شنا کن عزیزم. اگه می ترسی که غرقشی من خودم نجاتت میدم. شنا بلدم. تازه اینجام کم عمقه. امان از دست تو، خیلی بلایی. تو نمیای ایشیل، گفته بودی میا. باشه یکم دیگه میام. بده من ببینم. براد جرن خانم زنگ میزنه. خودم بعدم بهش زنگ میزنم. بیا دختر. اینطور که پشتم زنگ میزنه لابد خیلی کار مهمی داره. امیدوارم موضوع مهمی نباشه. نمیتونین تا فردا صبر کنین؟ آها پس من باید امضا کنم. باشه عصر میام شرکت. شما پرونده رو بزنین رو میزم. یه روز تعطیلی داریم، اونم کاروبار نمیذاره. ناراحت نباش، به زودی کاروبارت کمتر میشه. چطوری؟ قراره دوباره برگردم سر کارم. از این به بعد همیشه پیشتم. آها اومدم. روزتون بخیر. ملدا خانم هستن؟ من خواهرشم. به به اینا مال کیه؟ برای آبجیم اومده. لطفا اینجا رو امضا کنی. باشه حتما. مرسی ممنونم، خیلی متشکرم. ملدا. بله مامان جان. بیا اینجا، یه سورپرایز خوب داری. الان میام مامان.
خیلی خوشگله مگه نه؟ خب بگو ببینم تولگا و مامانش کی قراره بیان؟ نمیدونم. یعنی چی که نمیدونم؟ حداقل باید هر چی زودتر بیان خواستگاری، طبق اصول همه چی انجام بشه. دیگه لازم نیست تو هم به گل خواهرت هاج و واج نگاه کنی. وای اینو برای منه؟ البته که مال توه. خیلی خوشگلن. تو برای من پاکترین و بهترینی هارون. این اولین باره که برام گل میفرسته. خیلی خوشحالم مامان. البته که میفرسته. داری نامزد میکنی. ببین چه خوشبوه. وای این چشه مامان؟ داره به حال خودش افسوس میخوره. امیدوارم اونم عقلشو به کار بندازه و مثل تو خوشبخت بشه دختره. امیدوارم. خیلی از دستش ناراحتم، ولی دلم براش خیلی میسوزه. میدونی؟ دلم براش میلرزه. منم خیلی ناراحتم مامان. به قدری بی‌مسئولیت شده که نگو. ملدا نکنه یه دردی داره که به ما نمیتونه بگه. مثلا چی؟ نمیدونم. میگم شاید همین تولگا نمیخواد باهاش ازدواج کنه، اونم نمیتونه به ما بگه. من میخوام از زیر زبونش بکشم ولی هیچی به من نمیگه. 2 دقیقه مثل آدم نمیشه باهاش حرف زد. مامان جان فعلا دخالت نکن. عمدن لجبازی میکنه. نمیدونم تو یه تلاشی بکن. هر دوشونو بشون و ازشون سوال کن. بگو دردتون چیه آخه؟ چی کار میخواین بکنین؟ آره فکر کنم این کار کنم بهترم باشه. آی ملدا جان این بهترین کاره. خواهش میکنم حداقل بفهمیم مشکلشون چیه. اگه بخوای هارونم میتونه کمکمون کنه. اونم مثل یه دوسته، مثل یه برادره. میتونه نصیحتشون کنه. شاید حرف اونو گوش کردن. باشه. امروزم باید یه سری به هتل بزنیم. راستی کارتی که بابا گفت میذاره کجاست؟ توی حاله. رو کنسول گذاشتم. تا یادم نرفته برش دارم. آبجی کرم چی شده؟ میدونی تو صدر جدول لیست بهترین خواهرای دنیایی؟ انگار میخوای روز برادر یکی یه دونت یعنی منو تبدیل به عید کنی. این اتفاق قراره چطوری بیفته؟ باید سر کیسه رو شل کنی. یعنی پول تو جیبی. لطفاً. هر چی که تا حالا ازت گرفتم و به زودی همه رو پس میدم. همه رو جبران میکنم. چی میگن بدهی مردو قوی میکنه. در ضمن با هر دستی بدی با همون دستم پس میگیری. آبجی جون این پول تو جیبی میخوای که با برجو بری بیرون؟ آره؟ نه با سلماز. باشه فهمیدم. آبجی خودم آبجی خوبم. خیلی دوست دارم زیاد. باشه نگلم جان. چیز دیگه ای لازم نداریم قربان؟ نه متشکرم. شما دیگه میتونیم بریم. بله چشم. بله ملدا جون. عزیزم میدونم امروز قرار بود با هم باشیم اما چیزی شده؟ نه همه چی مرتبه. فقط بابت یه موضوعی به کمکت احتیاج دارم. موضوع چیه؟ ادا؟ گوش میکنم. ملدا لطف میکنی به هم بگی کجا داریم میریم؟ میریم که یه روز خوبی داشته باشیم و به آرامش برسیم. این اواخر هممون خسته شدیم. فکر نمی کنی که یه کمی نیاز داریم با هم حرف بزنیم؟ باشه ولی کجا؟
خدای من. ببین خیلی ازت معذرت میخوام، ولی من باید برم. دوست ندارم جلوی هارون حرفی بزنم. ادا جون خواهش میکنم، باور کن خیلی آروم میشی. 4 تایی میشینیم و خوش میگذرونیم، یکم هم درد دل میکنیم. حرفمو زمین ننداز. 4 تایی؟ آره، به تلگام زنگ زدم، الان میرسه. زود باش دیگه، زود باش. عزیزم کاری نیست بیام کمکت؟ شما راحت باشید، من برم موتور رو روشن کنم. یکم صبر کنیم، تولگا هم قراره بیاد. تولگا؟ آره، بعد از تو به اونم زنگ زدم، گفت که میاد. اشکالی نداره؟ نه، چون بیخبر بودم تعجب کردم، فکر نمی‌کردم اونم بیاد. امروز هممون با هم خوش میگذرونیم. مگه بد شد؟ باید تا شب تو خونه بیکار میشستی. چرا اونطوری گوشه‌گیری میکنی؟ ببین چه منظره خوشگلیه. تولگا چرا دیر کرد؟ بذار زنگ بزنم. الو تولگا، کجایی پس؟ منتظرتیم. باشه الان میام. دقیقاً کجایی؟ چرا اجازه دادی این کارو بکنه؟ منم الان فهمیدم که قراره تولگام بیاد. فکر میکنی من الان خیلی خوشحالم؟ حتی نباید اجازه میدادی که منم بیام. ملدا خیلی اصرار کرد. اگه میگفتم نه شک میکرد. امروزم به خاطر تو ترتیب داده، وگرنه قرار بود با هم باشیم. منظوری نداشتم مدا، بد برداشت نکن. یعنی برنامه ریزی کرده بودیم، قرار بود با هم بریم هتل ببینیم. احتیاجی نیست توضیحی بدی، گلا رو دیدم. اگه نجات هم نمیدادی هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. شما هم راحت به عشقتون میرسیدین. ادا خب تولگام که اومد، جمعمون تکمیل شد. خوش اومدی. خوش باشی. سلام. خب فکر کنم دیگه میتونیم حرکت بکنیم. آره بریم. ادا چه خبره؟ نمیدونم، منم غافلگیر کردن. کسی کرم میخواد؟ هارو میشه بپشتم کرم بمالی؟ مرسی عزیزم. بیا ادا، برای تو هم بمالم، پوستت میسوزه. شب ازم تشکر میکنی. حالا میگه چه دلیلی داشت که اینطوری غافلگیرمون کردی؟ مامان اصرار داره که شما ازدواج کنی. پس میخواستی راجع به این حرف بزنی؟ مگه به ما نگفته بودین که میخواین فردا عروسی کنین؟ پس چرا منصرف شدین؟ مامان از وقتی موضوع بچه رو فهمید خیلی به هم ریخته. من اولش مخالف بودم که با عجله ازدواج کنین، اما اگه هنوزم تصمیمو دارین بهتره که هرچه زودتر با مامانت بیاین خواستگاری. اگرم منصرف شدین دلیلشو به ما بگی. حالا که یه کاری شروع کردین پس باید به نتیجه برسونین که خیال همم راحت بشه. همین. من نمیخوام تو کار دیگران دخالت کنم.
پس از من نپرس. اما تو هم مثل داداششی، حق داری که نظر بدی. باشه آبجی، ازدواج میکنی. راستش من فکر میکنم که شما دوتا خیلی به هم میاین. مطمئنم که خوشبخت میشین. خیلی متشکرم ملده خانم. ملده، حال من اصلا خوب نیست. فکر کنم دریا زده شدیم. بیا صورتتو بشورم. کمک کنم؟ نه من میبرمش. خیلی ببخشید که مزاحم شما و ملده خانم شدیم. مهم نیست. من فکر میکنم اشتباه میکنیم. متوجه نمیشم. انگار میخوایم به زور با هم ازدواج کنیم. تو فکر میکنی میتونی خوشبخت بشین؟ ولی من مانع این ازدواج میشم. ببخشیدم ولی نمیفهمم. چند لحظه پیش گفتین نمیخوام دخالت کنم، حالا چی شد به فکر خوشبختی ما هستین؟ شنیدی که ملدا چی گفت؟ من جای برادر ادام، خوشبختی اون برای من مهمه. ها که اینطور راست میگی، ولی کسی ما رو مجبور نمیکنه. که اینطور؟ یعنی فکر میکنی که خوشبخت میشی؟ البته کسی نمیتونه ادا رو اندازه من دوست داشته باشه. انقدر مطمئن نباش. ادا دختر خاصیه. مهمترین چیز اینه که ببینی اونم دوست داری یا نه. یه دقیقه صبر کن ببینم. چرا ادا این همه برات مهمه؟ تو چی میخوای بگی؟ تو چی میخوای بگی؟ یعنی تو نمیفهمی که ادا یکی دیگر رو دوست داره؟ این چه ربطی به تو داره؟ میخواد با من ازدواج کنه، تو هم بهتره اینو قبول کنی، فهمیدی؟ از اولشم از تو خوشم نمیومد. من مانع این ازدواج میشم. هیچ کاری نمیتونی بکنی. ادا خیلی وقت تصمیمشو گرفته. تو اینطور فرض کن. تو به کار خودت برس آقا دوماد. سر به سر ما هم نذار، فهمیدی؟ هی بس دیگه. ملده اون شنا بلد نیست. تولگا شنا بلد نیست. تولگا